برای درمان تومورهای سرطانی از این دستگاه استفاده می شود. شتاب دهنده خطی. این دستگاه با چرخش 360 درجه به دور بیمار به کمک امواج الکترومغناطیس ذرات بارداری مانند الکترون را با شتاب بالا به تومورهای سرطانی شلیک و آنها را از بین میبرد. دستگاهی که حالا نخبگان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولیدش شدند. شتاب دهنده درمان سرطان برای پرتو درمانی سرطان استفاده میشه و بیشتر کاربرد اصلی سر سرطان‌های غدویی که توی بدن انسان وجود داره. با دستیابی به دانش فنی ساخت این دستگاه، حالا صف بیماران نیازمند به پرتو درمانی کوتاه می شود. 240 تا از این دستگاه نیاز است واسه درمان سرطان یا پرتو درمانی یا رادیوتراپی. توی کشور فقط 120 از این دستگاه رو تونسته بودن وارد کنن. به دلیل اینکه تعداد این دستگاه کم بود، صف درمان سرطان ایجاد میشد. خب ما این دستگاه رو اول تعمیر می‌کردیم، از یه جا اعلام کردیم که توانایی ساخت این دستگاه توی مجموعه ما ایجاد شد. دانش فنی ساخت این محصول فناورانه در اختیار 4 کشور بود که 3 تای آنها ایران را تحریم کردند و حالا کشورمان به جمع سازندگان این دستگاه اضافه شده. کلا سازنده‌اش تو دنیا 4 تا هستن که میشه آمریکا، انگلیس و آلمان و چین که این 4 تا هر کدومشون توی دنیا در حال پخش این دستگاه هستن و قیمتش رو بخوام امروز خدمتتون بگم این حدود $1,000,000 به پول ما حدود 50-60 میلیارد تومان یک دونه از این نوع تجهیزی که ما میسازیم. بر اساس آمار وزارت بهداشت حدود 52% از بیماران مبتلا به سرطان در کشور از روش پرتو درمانی استفاده می‌کنند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.